که اینطوری نیستش که برداری سطل بریزی که مثلا بگی که من خیلی کار خفن و بالی کردم و خواستم که اینو به راه درست هدایت کنم. خودش میدونه، دوست داشته، هر جوری خواسته پوشیده، به کسی هیچ کس ربط نداره. به نظر من افراطی بوده، دور از جون این جمع بیشور بوده، یعنی یه جوری بوده که حتما این دست بزن و یه حالت روانی بوده این کارو انجام داده. آدم سالم این کارو نمیکنه. امری است که همواره مورد اجماع همگان است. با هر گرایش سیاسی و با هر نظری که جامعه باید مبتنی و بر مدار قانون بچرخه و امروز مسئله حجاب امری است قانونی